فقط اگه همون کارلا خانم بفهمون کی به ما سر میزنه ممنونم، چون خانه خالی هم هست. کی وقت شب درس میزنه؟ اسم من دیوید هاپستره. من الان 20 سالمه، اما وقتی که دور و بر 15 بودم این اتفاق برام افتاده که میخوام براتون تعریفش کنم. میدونی یه زمانی هست که مادر پدرت خیلی بهت اعتماد میکنن و بیرون از شهر بودن و هیچ چیز جدیدی هم نبود و اکثر مواقع این کار رو انجام میدن. میگفتن که این باعث میشه یاد بگیری که مستقل باشی. قرار بود فقط یه شب ساکت دیگه باشه، اسنک، یه ذره بازی و شاید هم یه ذره فیلم و البته اگه اولش خوابم نبره. اما اون شب مثل بقیه شبا نبود. یه اتفاقی افتاد، یه اتفاقی که هنوز نمیتونم توضیحش بدم. همه چی اولش طبیعی بود، اما تهش باعث شد که من تمام زندگیم تغییر کنه و هیچ وقت نتونستم مثل همیشه بخوابم. پشما ماجی ایرو پاره کردن. واو. اوکی، بهترین چرتی بود که تا حالا زده بود. یکی از بهترین چرتایی بود که تا حالا زدم. فکر کنم دوباره خونه تنهام. به نظرم تنهایی دارش. ماشاءالله خانه. میگه مامانم احتمالاً یه نوتی چیزی دور و بر گذاشته. اینا. سلام عزیزم، بیدارت نکردم، گفتم خیلی خوابی و اینا. وقتی خواندی بهم یه زنگی بزن. اوکی. میگه فکر کنم بالای تو اتاقم مثل همیشه. ببینیم چی دارم اینجا. ما اول یک تستی بکنم. خانه رو داشت. بالاخره آمدم بازی ترسناک نمیشه همینجوری بریم. خب این که دشویی مانه. خب کمد نمیخه، جای خواب نداره. ای هم که همسایه ها مانن. چه خانه واقعا محل ساکت و آرومیه. در به در دنبال تلفن داریم میگردیم. اینا نکنه موبایل منظور. موبایل واکو ببینم. خب بریم توی کانتکت ها. مامان، بابا، بابا بزرگ. اوکی، به مامان ما زنگ بزنیم. مامان جان وردار تو رو از عباس. سلام عزیزم، بیدار رفتی؟ میگه بیدار رفتی؟ نه، عمم داره بهت زنگ بزنه. مامانا، این سوال همیشه مامانا. یه لیستی برات گذاشتم که امشب بعد انجام بدی، تو اتاق مانه. بعد امروز انجامشان بدم، نمیتونم صبر کنم. مراقب باش، خیلی دوست دارم. اگه کاری چیز داشتی زنگ بزن سریع، یا از کارلا برای کمک بگیر. منم دوست دارم. یه دقیقه صبر کن. کارلا کیه؟ سیگنال قطع رفت. کارلا کیه؟ بگذاریم، باید لیسته رو پیدا کنم. کارلا کیه؟ مامان ما گفت بره برو بهش. امیدوارم که خانم واجد شرایطی بشی. کارلا خانم، حالا هر کی هست نمیدونم. این لیست مامان فکر کنم. خب تبه بگیریم ببینیم چی از ما میخه. شام درست کن، اتاقت تمیز کن، دیر نخواب. دوست دارم مامان. ممنونم مامان جان، واقعا لطف کردی. خیلی کارای. خب نمیخوای ترتیب بزنی برای ما؟ ترتیب نداره کاری که میخوای انجام بدی. فقط یه خورده به چای صدای بیرون تو خانه میدونی. یه امنینی داره ما رو نگاه میکنه از پشت درخت. یه امنینی داره ما رو از پشت درخت نگاه میکنه به حضرت عباس.
پدستک فهمید دارم نگاش میکنم. یه امنه نداره منو نگاه میکنه بچا. بابا خب نکوی کار. او ماهی احتمالاً باید تو مامان جان الان یعنی مور میذارن تو خانه نه بعد یخچال پر کنن؟ یک ماهی فقط توی یخچاله. عالی شد. حالا باید بذارمش بپزه. کجا بذارم بپزه؟ اوه شمارش معکوس رفت. به به خفه که دیگه ایره. خب جای خاصی بعد بری بخوری؟ میگه تا وقتی دارم بخورم برم یه تلویزیون هم نگاه کنم طبق معمول. خب بریم. به به دیگه چی از دنیا میخوای؟ فقط اگه همون کارلا خانم بفهمون کی به ما سر میزنه ممنونم، چون خانه خالی هم هست، خالی از لطف نیست. میدونید ماشاءالله بدون چاقو چی کامل او گرفتی خوردی اونا. واو غذا خیلی خوشمزه بود. خب حالا چی؟ میگه بهتره که ظرف بذارم داخل سینک. اوکی حالا چیکار کنم؟ فکر کنم گفت که گفت بعد چیکار کنم که دیگه کارم تمومه. بذارم لیست چک کنم داداش. اتاقم تمیز کنم، دیر نخوابم، برم اتاق تمیز کنم. آزاد دهنده ترین موردش داره شروع میره، تمیز کردن اتاق. نه ای که خانه ببخشم خواهش اشتباه رفت. او کارلا خانم سلام علیکم. سلام دیوید من کارلا. واو کارلا خانم خیلی خوشحالم. از کاش از خدا یک چیز دیگه بخواستم کارلا خانم. حالا شما نمیدونین چی ولی ما به جام میدونه. ما دقیقا برای خیابون زندگی میکنم. هیچ وقت حالا قبلا ندیدمت. تو جدیدی؟ چی جواب نداد؟ آره 2 هفته میشه آمدم. مامانت گفت اگر چیزی احتیاج داشتی بهم بگو. اوکی حواسم هست. ممنونم خیلی ممنونم. بابا یک دعوتی چیزی دیوید یک دعوتی چیزی بکن با نوره دیوید. پس این کارلایی که مامانم داشت صحبت میکرد این بود. ماشاءالله کارلا خانومه. ببین اوکی خسته ام. فکر کنم برم یک چرتی بزنم بعد اتاقم تمیز کنم. کجا میخوای چرت بزنی؟ رفت که دیگه چرت بزن. بابا این کارلا رو نه بعد ساده ازی بگذارم. 6-15 دقیقه بعد از ظهر. اسکول نگاه آمده بیرون داره چیز چرت مزنه. باریکالله کارلا جان او خانه شنا. میدونی بعضی وقتا خیلی خوبه که برای خودت تنها باشی. ولی نه قبول دارم این حرف شاجی واقعا یه آیس کریمی بخورم. آیس کریم به به از کاش کارلا جان هم بود بهش یک نصفش میدادم. شهرزاد قصه گو امشب قصه هاش خشکیده بر لب. تو به تاب به قلب خستم چون به لب رسید امشب. گفتم دارم بستنی مخورم یک دهنی هم بخوانم. اوکی حالا دیگه خیلی همچین تر و تازه شدم. بچه فقط یک نکته. خب خدا لعنتت کنه کارلا به دست سگ. موتور دیگه نمیخوام. من خیلی فکرهای خوب داشتم نسبت به تو میداشتم اما دیگه اون فکرها رو نسبت بهت نداشتم. به دست سگ قلبم اومد تو شورتم. ترسوندمت حاجی. اصلا نفهمیدم تو اینجایی. حاجی سکته هم دادی. بابتش عذرخواهی میکنم. میدونی فقط مامانت خیلی مامانت خوب جواب تلفن نداد. آمدم چک کنم ببینم همه چی اوکیه. تو بری چی بعد به مامانم زنگ بزنی بعد مامانم سیگنال آنتن نده بعد استرس بگیری بی خانه رو چک کنی؟
کارلا جان درام بهت احساس خبیثی بهم دست میده نسبت بهت. خیلی نمیدونم، اطلاعی ندارم. احتمالا مامایش سیگنال نداره حاجی، نمیگم بهش حاجی، مو احساس خوبی ندارم بهش اطلاعات نمیدونم. فهمیدم، صبر کن. گفت بیرون خونه منی؟ نه من فقط خوابیده بودم، بیدار شدم. من مطمئنم، من شنیدم یه نفر داره زمزمه صدای حرفاش بیرون خونم داره میاد، بیرون خونم داشت میومد. میگه احتمالاً تصور کردی، احتمالاً یکی از همسایه‌ها بوده. آره احتمالاً راست میگی. بگذاریم بعد برم دیگه. اگه چیزی نیاز داشتی من روبروام. اوکی بابا، ما رو نمودی تو اینقدر گفتی روبرو. اگه میخوای پا بدی شماره بدی بیا بده دیگه. بری چی اینقدر چرت و پرت ما رو میرونی به خودمان. همچی مالی هم نیست، ولی خب حالا تنها بانویه که الان توی خانه توی بازی با ما رسیده. تشنمه، برم یه آبی بخورم. به چما مطمئنم هرچی از زیر سر همین کارلای آمدم ایره بهتام بگم که کارلای ما رو ریروند. کارلای الان کجایه؟ داره میره تو خانهش. ما احساس میکنم ماجی خود کارلای یه گوی داره مخوره. ما نمیدونم، احساس بدی داره بهم دست میده. این کارلای یک جوری آجی. البته تجربه به ما نشون داده که اون کسی که همون اول باش برخورد میکنی همه کاری بازیه. باز بعضی بازی هم بوده که بابا یه آب خوردی، دلنگ رو انداختی. اوکی فکر کنم دیگه برو اتاق تمیز کنیم. امنه به چای نکته ای که هست الان اجازه دروا کردن به امام بده. پشمام. خب بریم اتاق ما رو تمیز کنیم. چاو که ما هم دیدم هم شما دیدن دیگه، نیازی به توضیح دادنش دیگه نیست. گفت برم اتاقم تمیز کنم. خب یک دنه ای گربه هم درم خدا جیگرت بو چوشیدایی گربه درم ما نمیدونستم بشی تو اینقدر بی سر صدایی. اوکی اتاقم تمیز کردم. دقیقا کارلام خانهش روبرو اتاق مایه. میگه وقتی که برم بالا و یه بازی کامپیوتری بزنیم تو رگجن بابا بنازم. یعنی ببین جیگر مام باباتو بو چوشم همچی تو بازی کامپیوتری داریم بازی کامپیوتری میکنیم. بعد سه تا بعد کلید پیدا کنیم تو بازی آجی. بابا این همه بازی کامپیوتری چه بازیه؟ میگه برو تو زیر زمین. یعنی ما ریدم تو پلی استیشن و بازیای انی که داریم ما ریدم. یعنی در خروج کجا بود ها؟ مرد شورتو ببرم با بازیای مزخرفت. این چه بازی انی بود الان؟ اوه میگه باید برم فروشگاه چیزی بخرم. معلومه که بری چیزی بخری. کلا یک مرد شور برده مام بابات فقط یک دونه ماهی براتو گذاشتن تو یخچال. فکر کنم فروشگاه دیگه رفتیم داریم وی. خب بریم کانوینینس استور که ما قبلا اینجا کار کردم. ماشاءالله. داداش ارتفاعش نگاه. به چای ماشینی که جلو خانه کارلا بود نبود؟
این اون ماشی که جلو خانه کالا بوده جی. سلام علیکم دوستان عزیز، برار گلم سلام علیکم، شب عالی متعالی. خب بریم یک دونه کوکاکولا برداریم دیگه. فکر کنم رو هر چی که به دستمون بگیریم فلش بیه قبوله دیگه. ها خب این کوکا کچاپ میخیم. داداش چی گویی داری مخوری با ATM؟ خب این کچاپ ساندویچ. بذار بایم یه حرفی بزنم. میگه ATM کار نمیکنه. اوه what a shame. میگه بعد واسه همین که ما همیشه نقدی پرداخت میکنم. really do this thing. میگه برام این کار انجام میدی؟ آره خوشحال میشم که مردم کمک کنم. اوه من تو عالی هستی، خیلی ممنونم ازت. خواهش میکنم بابا کاری نداری. بعد پول ایران ما حساب کنه. ما گفت به بقیه کمک کردی کارمای خوبی به دست بهت مرسه. پشمام چقدر بدبختی بکشیم که داریم کارمای کار خوبمان پس میدیم. چیپس گفت فردار. این هم چیپس. خب داداش فکر کنم یخچالاش کلا نمایشیه. اصل خرید یا پرتقال و در نهایت هم کره بادام زمینی که متنفرم از کره بادام زمینی. تو دهنم مثل گچ میره، خوشم نمیه. حالا این کره را اگه پیدا کرد نگاه دوست ندارم نمیتونم پیداش کنم. تو اینا چیه اصلا؟ کلا داداش ما به یخچال هیچ اعتمادی نداره. ببرن انا. خب تمومه، بریم جای آج آقا که دیگه پرداختی رو انجام بدیم. تا این رو ما حساب میکنی برای گلم. سلام عزیزم. آره ممنونم. همش همینه. بله ممنونم ازت، عالی شد. $17 16 سنت خدمت شما. شب خوبی داشته باشی، قربونت برم، خداحافظ. آقا فعلا امیدوارم که شما هم حالت خوب بشه. کجا باید برم بچه؟ تو راه برگشت به خانه یه حس عجیبی بهم دست داد. انگار یه نفر حواسش بهم بود. احساس کردم یه نفر داره همش نگام میکنه، ولی خب فکر کنم اینا همش تو سرمه. خیلی احساس امنیتی بیشتری پیدا کردم وقتی رسیدم خانه. اوکی. حاجی این موزیک چیه؟ حاجی شب این خانه رو نمیخوام یا موسی بن جعفر. گفت بهتر اینا رو بذارم تو یخچال. خوابم میه. قبلی که برم خواب بعد چک کنم که درا قفل باشه. الان یکی میاد تو صورتم. واجی چو خودم آماده کرده بودم نریدم حاجی. پشمام بو ترسوندمت. میگه کاش چه قیافت میدیدی مرگ بخوری پد از سگ. میگه حالا که خونه تنهایی فکر کنم که یکم با مزه میشه که بیام باهات خود اذیتت کنم. ما اصلا هم نخندیدم ولی اوکی. میگه قرار امروز کاری انجام بدیم، قدمی چیزی بزنیم. دوست داشتم ولی نمیتونم امروز، نمیتونم بعد خانه بمانم. فهمیدم شاید بعداً بیام، فقط دیگه نترسونیم دوباره. بیا الان کدو خری بود؟ الان رفیق ما بود. بعد یه چیزی پیدا کنم که در اصلی رو کاور کنه. به جای موزیک عجیبی داره مزنه درم استرکس میگیرم. این نیست چرا؟ اوکی حالا بهتر برم بخوابم. به نظر دو کار در میره داداش. میگه کی وقت شب درس میزنه؟ قسم مخورم اگه جک بشه. حاجی جک نیست حاجی، رفیق ما نیست حاجی، رفیق ما نیست. عصر بخیر، ببخشید که اذیتتون میکنم تو این ساعت. من همسایه‌تونم. الان چطور میتونم کمکتون کنم؟ والدینتون هستن؟ خیر، والدین بیرون از شهرن برای چند روز. بله هستن. بذار بگم هستن. میتونم بیام داخل؟ بیرون خیلی سرده. ببخشید ولی همچین امکانی وجود نداره براره گلو. بعد بیام داخل. بجم
گفتم نه مام بابام اجازه بهم نمیدنم چی کاری بکنم. میگه فکر نکنم کسی بیاد. چی گفتی؟ میگه برو زیر ماما قایم رو. وای در نبستم حاجی، در نبستم. باید بریم جای کارلا بچا، باید بریم جای کارلا. ای کارلا نیست آجی، یه مرد یه نرخری آجی، کارلا نیست. کجا رفت؟ داداش من نمارم میرون داداش. میگه بعد برم تو، بعد سری برم جای در خروجی. فوش برو جون مادرت، برو. چیکار شد؟ خوشبختانه تونستم که سر وقت فرار کنم. کارلا زنگ زد به پلیس و بعد از یک همچین صدای جیغ و اینا تونستن که پیداش کنن و بگیرنش. توی اتاق مام بابام، تو اتاق ما رفته بود، یارو قایم رفته بود. میگه هیچ وقت نمیتونم فکر کنم که میتونست چه اتفاقایی برام بیفته و چه جوری میتونست داستان به اتمام برسه. بچا این بازی مثل که 4 تا قسمت میخواه ازش بیه، حالا نمیدونم 4 تا 3 تا. این اولیش بود، به محضی که دوم سومی چهارمیش هم بیه مرم سر وقتش. تو سبک و سیاق فیرز تو فادوم دیگه. البته نمیتونه هیچ بازی جای فیرز تو فادوم رو پر کنه. مثلا میبینه صحنه‌های حساس و ترسناکش مثلا آخر بازی خیلی کمه. حالا مثلا یه قایم رفته و فرار کرده و تمام، میدونن چی میگم؟ ولی عشق اون بازی ترسناکای ایندیه بچا. به بازی ترسناکا میگن بازی ترسناکای ایندی، یه ذره گرافیکی شکلی خیلی بازی مستقلی، یعنی یک دونه مثلا سازنده میبینید دریا کلا 2-3 نفره. خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. هی گفتم نظر اون ویدیو، ولی واقعا هم نمیتونم ازتون دور شم، هم نمیتونم کامنت ها رو ببینم که چقدر میگفتن امیر فعالیت کن. ما به امید همین ویدیوهای تو کلی مخندم سر ویدیو و گفتم دیگه واقعا جگرتونه بود شده. مرسی که تا انتهای ویدیو همراهم بودین. مواظب خودتان باشین. فعلا خدافظ.